برای سلامت همه خوب شما حرکت کنید کم کم کار کنید هم ویلی گرمیجی مونی که بخواهیم حرکت ایده من دو 15 سیه چی ویلی کنید چی کار کنید کم کم نیکی بعد از میرش اکولوژی فایده داره که نه بوی بنزین میگی نه گاز میگی نه یگون چی دیگه با سلامتی همه خیلی که تمام ارگانیسم هنگام همون چرخ تاب دادن حرکت میکنه حرکت این حیات است حیات به حرکت وجود نداره نه برای سلامتی برای که دوچرخه‌رانی این یک نمودی سپورت و نمودی طبابت برای انسان ها است بسیارتر با مردان تعلق دارد مردان از بسیار مریضی ها انشالله که اگر همین دوچرخه‌رانی را در خانه‌شان پیاده کنند سلامتیشون بهتر میشه اون دراز میشه یک زندگی خوب میبینه جستجوی کار به من حاضر من مثلا فایده یکو من велосипед رو من به نظر دارم اگر مثلا من شما در یک روز 5 سومون استفاده برید برای ترانسپورتی من جامعه این بی پول مرحمت بی پول فقط توپته پدال رو توپته تمام دیگه هیچ چیزی نیست اینجا بعد یکمینش که سمت حرکتی برای منم велосипедرانو نیست در همین دوشنبه ما در دوشنبه ما بسیار به نهایت ماشین بسیار شده است بعد برای من велосипедرانو نیست مجبور می شود که موبایل منم تروتوار کدی بند هیچ نزدی آدمو کدی هایک کنه مسکو دستگاه دل نراه میکنه خیلی هم باشه وایشم وارنت زوره بعد همه چی جای ولیگمونی بسیار جدا نیست برای نقلیات برو علایده کدله بتونیم برای دوچرخه ها از کجا این آینده های دور با اگر اگون چین نشود حاضرش به این خیلی شرایط برای پایتخت ما موجود نیست دولت های ترقی کرده مخصوص یک خطی برای دوچرخه‌رانو است اونا همین استفاده میبرند به خطر رفتن میبینند در ما خیلی امکانیت سست‌تر است ممکن که همین هم کار پیاده کنند شهر شرایط نداره برای چکی راه نیست برای عادی راه باشه برای چیز هول چی نداره نه که باشه خوب میشه هیچ وقت خودی تکنیکر هم میبینی پیاده سست میگرده اول ویلی که بیچاره گجای کنم اما گلاگی نمیتونم میخوام گجا میروم